سلام، روز و شب همگی بخیر. من خیلی خوشحالم که داریم جزو ویدیوکست و پادکست جدید رو ضبط میکنیم با یک مهمون عزیزی که برای من خیلی ارزشمنده و اسم مهمون عزیزمون پرستو هست. سلام پرستو. سلام ملیکای عزیز و دوست داشتنی، مرسی که منو دعوت کردی. واقعا باعث افتخاره. مهمون برنامه‌تونم. قربونت برم، مرسی. ما صدای پرستو رو از استانبول داریم میشنویم و بریم شروع کنیم ببینیم که میخوایم در مورد چی صحبت کنیم. خب پرستو، یکم خودتو معرفی بکن. بله حتما. پرستو هستم، پرستو وفایی، 37 ساله، مادر. این دکتر همیشه تو مصاحبه هم میگم چون خیلی نکته مهمیه، خیلی کلا عوض میشه داستان. دقیقاً. لیسانس و فوق لیسانسم رو توی زمینه زبان انگلیسی مترجمی و تیچینگ زبان انگلیسی گرفته بودم و یک فوق لیسانس هم در زمینه معماری گرفتم. الانم حدود 6 ساله که استانبول زندگی میکنم و 1 سالیه که یک بیزنسی برای خودم راه اندازی کردم همراه یکی از دوستانم، یک شرکتی به اسم ایونت لند که به عنوان برگزار کننده ایونت هستیم ما اینجا. خیلی عالی. من یه پرانتز باز بکنم، من با پرستو توی یه سری دوره های معماری که من خیلی کوچیک بودم، فکر کنم نمیدونم 21-22 سالم بود، خیلی کوچولو بودم، توی تهران با هم دیگه اونجا آشنا شدیم. خب بریم در مورد ایونت لند صحبت بکنیم که ایونت لند چیه و خیلی برای خود من جذابه که بدونم که چه اتفاقایی توی این ایونت ها میفته. خب استارت ایونت لند از 1 سال پیش، حدود یکی دو ماه قبل از شب یلدا در واقع استارت این کار خورد. من خب یک سال و نیم 2 سالی بود که خیلی توی ذهنم بود که بتونم اینجا در واقع برگزار کننده ایونت باشم و دنبال کسی میگشتم که با همین انگیزه بتونه منو همراهی بکنه، چون برگزار کردن ایونت در هر شاخه‌ای واقعا کار ساده‌ای نیست و یک نفر نمیتونه، یک تیم ورک قوی میخواد. همینطور. تا اینکه دوستم محلقای عزیز رو با هم آشنا شدیم و دیدم ایشون هم توی ذهنش همچین چیزی بوده و اون پتانسیل رو هر دو داشتیم که بتونیم این کار رو استارت بزنیم. ایونت لند، اولا چرا اسمش ایونت لنده؟ چون به این فکر کردیم که مثل یک سرزمین ایونت هاست که ایونت های مختلف توی کانسپت های مختلف میتونه برگزار بکنه و استراتژیمون هم از اون اول تیم ورک، اعتماد سازی و کانسپچوال بودن بود و اینکه بتونیم یک خلاقیتی رو تو برگزاری ایونت هامون داشته باشیم. ایونت لند شاخه‌های مختلف داره. خب شاخه اصلیش که برگزاری ایونت برای در واقع پاپ آپ ایونت ها هستش، برای برندها، دیزاینرها، هنرمندان که میتونن شرکت بکنن توی این ایونت ها و کارشون رو، هنر خودشون رو، برند خودشون رو اونجا پرزنت کنن، معرفی کنن، تبلیغات بیشتر بشه و اینکه فروش داشته باشن. لاین بعدی که ایونت لند داره ورکشاپ ها هست، ورکشاپ های هنری که برگزار میکنه. یک لاین دیگه داره که مولتی برند ایونت لند هستش که تمامی دوستانی که حالا تو هر شاخه هنری برند خودشون رو دارن میتونن توی مولتی برند ما عضو بشن و محصولاتشون رو اونجا توی مولتی برند ایونت لند بذارن برای فروش توی پلتفرم های حالا خارج از ایران که استانبول، اروپا، آمریکا بتونن از اینجا راحت محصولاتشون رو بچه‌ها بفروشن و خریداری بکنن. و اینکه لاین بعدی برگزاری مراسم‌های مختلف مثل مراسم‌های عروسی، تولد و همه بخش‌ها مدیریت خودش رو داره
یک تیم بسیار خوب پشت ایونتلند، بچه‌ها همه تلاش میکنن. توی این زمینه داره ایونتلند الان فعالیت میکنه. ولی خب اصلی ترین کار ایونتلند همون برگزاری ایونت های پاپ آپ هستش که این پاپ آپ ایونت ها همونطور که گفتم برند ها و دیزاینر ها و طراح ها و هنرمند ها توی 2 روز 3 روز میان توی ایونت های ما شرکت میکنن و خودشون رو پرزنت میکنن و کاراشون رو به فروش میرسونن. ما یک بستر تبلیغاتی خوب براشون آماده میکنیم اونجا که بتونن خارج از اون حالا لوکال خودشون که ایران هستش یک قدم خیلی خوب و بزرگی باشه که برای ورودشون به بازار جهانی در واقع. تا الان ایونتلند 2 تا ایونت این شکلی برگزار کرده. پارسال شب یلدا به مناسبت یلدا برگزار شد. ایونت بعدیمون ایونت فروردین بود که توی فروردین ماه برگزار شد توی کتودا حمامی توی منطقه اورتاکوی استانبول. ایونت جدیدمون هم که ایونتیه که توی ایونت مهرگان هست که توی آبان ماه دوباره توی حمام تاریخی کتودا توی اورتاکوی داره به مدت 2 روز برگزار میشه با همون کانسپت که برندها و هنرمندا میتونن شرکت بکنن. چقدر جذاب. بیا از اینجا شروع بکنیم که اصلا چی جوری به ذهنت رسید که ایونتلند رو شروع بکنی؟ چون آدم موقعی که مهاجرت میکنه بعد به خصوص شرایطی که گفتی آدم مادر میشه واسه اولین بار، 1000 تا دغدغه میاد بالا. چی جوری به ذهنت یه دفعه اومد که آقا من میخوام یه همچین پلتفرمی رو درست بکنم و برم جلو؟ یکم بیام عقب‌تر و قبل از مهاجرت و اصلا این صحبت ها. ببین من هنر همیشه موازی زندگیم بوده. عاشق هنر بودم. حالا خودم نقاشی حرفه‌ای کار میکردم، موسیقی کار میکردم. یک جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای واسه من هنر همیشه داشته. رشته دانشگاهی من رشته مورد علاقه خودم بود، زبان انگلیسی، که دوست داشتم حتما توش تحصیلات آکادمیک داشته باشم و استارت کارم هم در جامعه با همون رشته زدم. بعدش اصلا یکی از دلایلی که رفتم مثلا حالا معماری خوندم همون هنره و علاقه من به هنر بود که همیشه بود و دوست داشتم توی اون لاینم یه تحصیلات آکادمیکی برای خودم داشته باشم. تا اینکه اومدیم و حالا رسیدیم به داستان مهاجرت و به قول خودت گفتی دیگه مهاجرت و چالش‌های خودت الان بهتر می‌دونی. چالش‌های مهاجرت که بعدش هم که ما افتادیم دقیقاً یه 6 ماه بعدش کرونا شد و داستانه کرونا که من اینجا مشغول کار هم بودم، آموزشگاه زبان انگلیسی در تدریس می‌کردم هر روز هفته و کرونا شد، کلاس آنلاین شد. بعد کرونا هم که یکم بعدش من حالا باردار شدم و دیگه اصلا جریانات کلاً تغییر کرد. ولی استارت این برگزاری ایونت ها از کجا خورد؟ من خب همیشه دوست داشتم، یعنی پلن، برنامه ریزی، چون خودم هم آدمیم که خیلی آدم برنامه ریزی کردن هستم. یعنی بتونم یه چیزی رو برنامه‌ریزی کنم. حتی به خاطر اون روز برای تعریفم کردم، به خاطر اینکه حالا زبان انگلیسی خوب بود و چون به واسطه پدرم خیلی تورهای مختلف طبیعت‌گردی و اینا، حالا خودمون خانوادگی میرفتیم ولی از کودکی من رو میبرد جاهای بکر و اینا. من اون موقعی که توی شهر خودمون بودم و ایران بودم دانشگاه تموم شده بود. من عراق زندگی میکردم، هنوزم خانوادم عراق هستن. توی شهر خودمون خب یک آژانس هواپیمایی خیلی مطرح بود که دنبال مدیر تور میگشت و من دوره‌های مدیریت تور رو رفته بودم، گذرونده بودم به واسطه اینکه خب زبان انگلیسی خوب بود و خیلی مناطق ایران رو خوب میشناختم و اونجا توی اون آژانس هواپیمایی من استارت برنامه‌ریزی و مدیریت تورهای طبیعت‌گردی و اینا رو زدم که خیلی هم خوب شد و مطرح شد و چون اولین بار بود در شهر ما داشت همچین اتفاقی میافتاد. 4-5 آژانس هواپیمایی خوب مطرح بودن ولی هیچ کدوم برگزاری تور این شکلی انجام نمیدادن. اون موقع تهران تازه استارت این تورا خورده بود و من اونجا مشغول شدم و این تورا خیلی سر و صدا کرد، خیلی مخاطب داشت، خیلی استقبال کردن
و خیلی حرکت خوبی شد و این همش این برنامه ریزی، پلن، مدیریت یک داستان این شکلی، همیشه من در وجود خودم این پتانسیل رو میدیدم که میتونم این کار رو انجام بدم. تا اینکه رسید وقتی که مهاجرت کردم من دیدم خب ایرانم که بودم یه ایونت های این شکلی در تهران میرفتم شرکت میکردم. بود اون موقع چند تا ایونت حالا برای هنرمندا و برندها و اینا برگزار میشه، با هم میرفتم شرکت میکردم و خیلی خوشم میومد. تا اینکه من دیدم در کشورهای دیگه مثل کانادا و اینا داره یه همچین ایونت هایی برگزار میشه، خیلی هم قشنگ و قوی داره برگزار میشه و من خیلی حال میکردم، خیلی خوشم میومد. گفتم ببین چقدر کار قشنگیه که شما بتونید هنر و کار بچهای ایران رو ببری یه کشور دیگه نشون بدید، به حالا اون تارگت اون کشور، آدمای اون کشور ببینن. دقیقاً. ولی چرا استانبول کسی این کارو نمیکنه؟ اصلا چرا ترکیه کسی این کارو نمیکنه که دقیقاً بغل دست ایرانه و ویزا هم خیلی نمیخواد. آره خیلی دسترسی راحته واسه این بچه‌ها و برندها. تا مثلا یک کشوری مثل کانادا تو حتی بخوای محصولاتت رو ارسال کنی هم برات هزینه بره هم سخته. ولی اینجا خودشون میتونن حضوری بیان شرکت بکنن. این شد که این ایده افتاد توی ذهن من که استارتش رو در ترکیه بزنیم، در استانبول بزنیم، شهری که حالا اینقدر توریستی از کشورهای مختلف توش حضور دارن، یک بازار جهانی در واقع، خیلی اصلا تجارت اینجا بازه و خیلی قدم خوبی میتونه برای بچه‌ها و برندهایی باشه که دوست دارن از ایران و لوکال خودشون پا رو فراتر بذارن و خودشون رو بشناسونن در دنیا یواش یواش. این شکلی شد که این جرقه افتاد و ما استارتش رو زدیم. خیلی هم جذاب. آره. برای یکم از تجربه هایی که توی این دومی سالی میشه که ایونت لند هستش، درسته؟ نه این سال اوله، دو تا ایونت برگزار شده. آره و میشه ایونت سوممون که داریم انجام میدیم. که برای چه تاریخی هستش؟ آبان 12 و 13 آبان ماه میشه. اسمش هم فکر کنم به هم گفتی. مهرگان، با کانسپت جشن باستانی مهرگان داره برگزار میشه. خیلی جذاب. اگه اول اینکه به من بگو چه محصولاتی دقیقاً میتونن توی ایونت لند شرکت بکنن و چطوری میتونن باهات در ارتباط باشن برای اینکه حالا بتونن شرکت بکنن توی ایونت لند. برای ما اصلا فرقی نمیکنه. همه هنرمندان در هر لاینی میتونن شرکت بکنن. نقاش، سفالگر، طراح لباس، طراح اکسسوری، جواهرات، در هر لاینی، هر برندی، هر بیزنسی میتونه که توی ایونت های ما شرکت بکنه. اصولا هم یا 2 روز یا 3 روز هستش که این سری داره 2 روز برگزار میشه. راه‌های ارتباطی هم که خب حالا هم ما ایمیل داریم، هم واتساپ داریم. 3 تا شماره واتساپ هستش که بچه‌ها همکار من پاسخگوان و اینستاگرام، صفحه اینستاگرام ما که اونجا هم میتونن با ما در ارتباط باشن. ما یک فایل شرایط ایونت داریم که برای کسایی که میخوان شرکت کنن اون فایل رو میفرستیم. کاملا توضیحات داخلش نوشته شده از برنامه قبل، کانسپت برنامه چیه، چه خدماتی از طرف ایونت لند در اختیارشون قرار میگیره و شرایط شرکت در ایونت کلا به چه شکل کاملا در اون فایل توضیح داده شده. خب ما مهمانان ویژه دعوت میکنیم، بلاگرها، اینفلوئنسرها و سعی میکنیم واقعا یک بستر مناسبی رو برای تبلیغات برندها اینجا فراهم بکنیم. علاوه بر اون که فقط به یک ایونت ختم نمیشه حضور برندها در ایونت های ما. ما تیم برندینگ داریم که با بچه ها همکاری میکنه و میتونن از خدمات تیم برندینگ که خیلی هم حرفه‌ای و متخصص هستن سالیان سال هست در استانبول برای برندهای بسیار خوبی در فرانسه، در انگلیس، در امریکا، در استانبول دارن کار انجام میدن. از خدمات اونا میتونن استفاده بکنن، با تیم برندینگ ما همکاری کنن برای اینکه برند خودشون رو آماده بکنن برای حضور در بازار جهانی. متخصص داریم در زمینه حالا چیدمان، فروشگاهی و ایونت ها که ایشون به شکل حضوری در ایونت های ما هستش. به بچه ها از قبل کمک میکنه که چه محصولاتی رو بیارین، چه شکلی چیدمان داشته باشین برای پرزنت بهتر کارتون.
درست. یعنی سعی میکنیم که یک خدماتی رو در اختیار برندها بذاریم که صرفا این نباشه که بیان 2 روز در ایونت شرکت بکنن و تموم شه بره و ما میخوایم که این بستر و این جایگاه مناسب رو خارج از ایران براشون فراهم کنیم. به علاوه همون مسئله‌ای که گفتم مولتی برند ما هستش که بچه‌ها میتونن محصولاتشون رو توی مولتی برند ایونت لند به اسم آرته بذارن و اونجا کاراشون رو به فروش برسونن خارج از ایران. خیلی هم جذاب. یه سوالی من دارم، اون گوشوارهایی که تو انداختی اونم قطعا فکر میکنم کار بچه‌های ایران باید باشه. بله، این کار خانم برند سوالو کرافت هستش از ایران. خیلی کاراشون همه کار دست هستش، بدون هیچ گره این کارا رو درست میکنن. خیلی جذابه. منو گره. منم یه دونه حتی فکر کنم بهت نشون دادم، ولی میتونم الان بیارم توی تصویر نشون بدم. حتما. اتفاقا برند سوالو، ایشونم خانم پرستو صاحب برند و طراح برند، ایشون هم اسمشون پرستوه. 2 بار تا حالا تو ایونت‌های ما شرکت کردن. خیلی کارات منم یکی شبیه این دارم، دوربین نشون. ایشون کار خانم مقیسه هستش، میم. یعنی امکان نداره من اینو توی حالا مثلا دانشگاه، توی نمیدونم جاهای مختلف بزنم، یک نفر از من نپرسه که اینو از کجا گرفتین، چیه، و من بعد توضیح میدم که این یک برند ایرانی هستش و مثلا به من دادن و اینا. واقعا جذابه، واقعا کار برای منم همش این اتفاق اینجا میفته، چون من سعی میکنم که همش حالا اکسسوری، لباس، هر چیزی که هست از کارهای بچه‌های ایران استفاده بکنم توی پوششم وقتی بیرون میرم و همیشه ازم سوال میکنم و واقعا باعث افتخاره انقدر که کارهای این بچه‌های ایران قویه، واقعا هنرمندانه است. خانم مقیسن که از دوستان عزیز من هستن که گوشوارش رو الان نشون دادی، که بسیار حرفه‌ای، بسیار خانوم. یکی از همینجا میخوام ازش واقعا تشکر بکنم، یکی از کسانی که بسیار بسیار به ما اعتماد کرد و ایونت اول ما که میخواست برگزار بشه خیلی کمک بزرگی به ما کرد، مریم جون مقیسه هستن که یه قدم بزرگ برای ما توی برگزاری ایونت اول گذاشت که خیلی من ازش هنوزم ازش تشکر میکنم به خاطر اعتمادی که من کردن. خیلی هم جذاب، خیلی هم جذاب. خب من استوریای تو رو نگاه میکردم، این فضاهایی که برای ایونت لند و اینا میرفتین خیلی برای من جذاب بود. بعد حتی آخرین جایی هم که ایونتتون رو برگزار کردین دیدم که یک فضای کاملا تاریخی و قدیمی بود. و خیلی برام جذابه بدونم که این مکانها رو شما چجوری به دست میارین. برام کلا پروسش خیلی جذابه بدونم. خیلی پروسه نه پروسه سخت بابت اینکه مکان رو بگیریم اصلا نداشتیم خدا رو شکر، ولی پیدا کردن مکان، یعنی من و مهلای عزیز واقعا توی بارون، سرما، گرما، یه کوچه های استانبول رو بگرد که مثلا بتونیم. ما دوست نداشتیم که ایونت هامون توی یک مکان خیلی فنسی و مثلا حالا وگرنه که اینجا تمام هتل‌های بسیار بزرگ و خوب هستن که شما میتونی بری ازشون مکان کرایه بکنی، سالن‌های بسیار بزرگ و خوبم در اختیار ما. دوست داشتیم که فضای تاچ تاریخی و هنری داشته باشه. حموم کت هودا حمامی که حمام تاریخی هستش و 600-700 سال قدمت داره، معمار سینان از معمارهای زمان عثمانی که بسیار معروف هم هستن ایشون حمام رو ساخته. خب یه جایی بود که توی نقطه‌ای از استانبول که دقیقاً وسط اورتاکوی، سر اورتاکوی، یک مکان توریستی و درب این حمام همیشه بسته است، یعنی شما برای بازدید نمیتونین برید داخل اونجا، فقط برای برگزاری ها گالری ها و ایونت ها این مکان رو میدن و اون موقع که در بازه و برای عموم آزاد هستش ورود، میتونین برین داخل رو ببینید. خب این شکلی شد که این حمام ما چجوری میتونیم بگیریم، پرسجو کن و اینا، بعد بریم شهرداری.
ما رفتیم شهرداری، هم جلوی در شهرداری من به مهلا گفتم که مهلا شهرداری الان میریم داستان داره ها، نامه بدیم، نامه بگیر، اینجوری کن، برو جواب حالا بیاد. شهرداری خب بیسیکلی بای دیفالت توی ذهن ما همینه دیگه، چون در محیطی بزرگ شدیم که این شکلی بوده. و ما حالا بریم تو شانسمون رو امتحان کنیم و ما حتی رفتیم ببینیم آیا مکانهای دیگری هم شهرداری میتونه بهمون معرفی کنه. و اصلا داخل شهرداری که شدیم دیدیم مثلا یک بخشی همه شهرداری یک طبقه ای رو دارن مخصوص برگزاری واژه‌اش به ترکی میشه اتکینلیک، یعنی ایونت، که این بخش مسئولیتش فقط همینه که به شما حالا در زمینه‌های مختلف، در لاین‌های مختلف ایونت که می‌خوایم برگزار کنیم به شما کمک کنه، از بابت مکان، خدمات، هر چیزی. و خب این اولین چیزی بود که خیلی برای من جالب بود، تو یه بخشی رو در شهرداری بذاری فقط یه سری آدم بشینن فقط برای ایونت به شما کمک کنن، کنسرت، تئاتر، گالری، هر چیزی. و ما رفتیم اونجا و اصلا من شوکه شدم، انقدر برخورد خوب. نپرسیدن که شما کجایی هستین، اصلا شما مثلا ترک نیستین که ما بخوایم به شما خدماتی از شهرداری بدیم، هیچی. 3 نفر 4 نفر نشستن اونجا، این به اون گفت این مکان رو پیدا کن، اونو بگو این خوبه اون خوب نیست، تلفن زد، اون به اون یکی مکان زنگ زد، هماهنگ کرد و نامه برامون نوشت، خب این درخواست این مکان کدوم ببینیم آزاده برای تاریخ شما. چقدر جالب واقعا. خیلی برای من جالب بود که انقدر کمک کردن، خیلی راحت و بدونه که اصلا براشون مهم باشه ما ترک نیستیم، حالا اصلا 2 تا دختر رفتیم اونجا، آقا ما برگزار کننده ایونتی میخوایم یک جای به خصوص تاریخی به اون مثلا چیزی رو از شما بگیریم. و خیلی خیلی برای من خودم اصلا تو شوک بودم، خیلی برام جالب بود، خیلی کمک کردن. و اینکه شهرداری دیگه ای رفتیم، ما نمیتونستیم نامه درخواست رو درست، نمیدونستیم چی باید بنویسیم، آقای خودش وایساد نامه درخواست واسه ما نوشت، خودش برد تحویل مدیریت داد، خیلی سریع پاسخ دادن. اینا خیلی برای من جالب بود، خیلی. و خب خیلی هم راحت تونستیم اون مکان رو بگیریم. البته اون مکان خب یه سری چون مکان تاریخی هست خیلی براشون مهمه که حالا یه سری مدارک حتما بدی، یه سری تعهدها رو امضا کنی بابت که یک وقت به اون مکان آسیبی وارد نشه. بیشک این اتفاقات این پیش زمینه ها هست دیگه. آره دیگه، خب حق دارم، ولی همه چی به راحتی اتفاق افتاد در شهرداری و برای خود من خیلی جالب بود این مدل برخورد. آره چقدر جذاب واقعا. آدم وقتی یه هدفی داره، اینکه جامعه بر اساس حمایت میشه، میدونی تو رو حمایت میکنن تو مسیری که داری میری، به نظرم فوق‌العاده است. آدم مثلا انرژی دوباره میگیره که بازم ادامه بده. آره من اینجا به چشم خودم دیدم ایونت مثلا مال بچه‌هاست داره برگزار میشه، یهو شهردار اون منطقه بدون هیچ چیزی پا میشه میاد مثلا تو ایونت بچه‌ها ببینه چه خبره، با بچه‌ها عکس بگیره، فیلم بگیره، مثلا این مدلی. و مراسم کنسرت واسه بچه‌ها دارن، شهردار پا میشه میاد مثلا میشینه اونجا. خیلی اصلا براشون اهمیت نداره که حالا من شهردارم نباید برم، خیلی راحت خیلی دوستانه برخورد میکنن و حضور دارن. خیلی جالب واقعا. من برام خیلی جالبه که بدونم اینکه بعد این 1 سال کار با ایونت لند و این دنیای بزرگی که هی داره بزرگ و بزرگتر میشه، میخوام ببینم چه آورده‌ای برای تو داشته ایونت لند؟ بزرگترین آورده‌ای که ایونت لند برای من و مهلا داشته اعتماد سازی بوده. یعنی هیچ چیز دیگه پیدا نمی کنم واقعا. چه برندهایی که حضور داشتن تا الان، این حس اعتمادی که تونستیم ما بسازیم و انقدر بچه‌ها به ما اعتماد دارن. الان ایونت سوم داره برگزار میشه، ما هنوز تبلیغات آنچنانی واسه ایونت سوم نکردیم، ایونت پیش رو، ولی 80% مکان پر شده خیلی سریع. و اون لبخند رضایتی که بچه‌ها دارن موقعی که دارن خداحافظی میکنن و میگن ما دلمون واسه اینجا تنگ میشه و وقتی اسم ایونت بعدی میاد فوری آخ چون قراره دوباره شما رو ببینیم، آخ چون دوباره ایونت، اینا خیلی بزرگترین سرمایه ایونت لنده.
چه بازدید کننده هایی که میاد و من وقتی جلوی در وایستادم توی سالن اصلی و هر کسی که میاد، به خصوص حالا ایرانی های عزیزی که لطف میکنن، حمایت میکنن و میاد، در واقع دارن از اون بچه ها و هنرمندا و برندها حمایت میکنن در وهله. و وقتی میخوان برن بیرون همشون خیلی تشکر میکنن و میگن مرسی که برای ایرانی ها اینقدر ارزش قائل شدین، یک مکان خوب پیدا میکنیم، جایگاه ایرانی ها رو نشون میدیم که جایگاه خوبی دارن، برنامه مرتب منظمی میچینین و ما رو داریم شکل درستمون رو، در واقع ایرانی ها رو با شکل درستشون نمایش میدیم و ایرانی ها رو داریم جمع میکنیم. همین لبخند رضایت و این تشکری که میکنن و این حس خوبی که درشون ایجاد شده واقعا سرمایه بزرگیه واسه ایونت و دیگه چی یه برند ساخته میشه واسه چی؟ برای همین دیگه. تو اگر بخوای فقط بخش تجاری اون داستان رو، بیزینس رو ببینی، فقط فوکوستو بذاری روی بیزینس اون داستان و به این مسئله توی برندسازی توجه نکنی، یک تاریخ در واقع انقضایی خواهد داشت که خیلی هم زوده. شاید 3 ماه 4 ماه تمومه. شاید دفعه اول با فکر بیزینسی که جلو میری بهتره کنی و کلی درآمد داشته باشی، ولی شاید 1 بار 2 بار بتونی اتفاق بیفته برات، دیگه تموم میشه یه جا. ولی وقتی یک برند اعتماد سازی میکنه، حس خوب رو ایجاد میکنه، این خیلی طولانی مدت میتونه کار بکنه و ناخودآگاه بیزینسش هم جای درستی قرار میگیره، پول هم واردش خواهد شد. ولی مهمترین چیز اون حس اعتماد است. همینطوره. یه چیزی که برای من به شخص جذابه و جالبه اینه که آدم وقتی که به اون حالت اصلی هنر ایرانی نگاه میکنه، مثلا برای دوره های خیلی قبلتر، دوره های قاجار و اینها نگاه میکنه، ما الان توی یک جامعه مدرن زندگی میکنیم و خیلی مهمه که اون در واقع اون منبع اصلی هنری که ما داریم رو بتونیم مدرنیزه بکنیم، بتونیم اینجایی، این مکانی بکنیم تا استفاده بکنیم. و واقعا برندهای ایرانی، همین برند گوشواره‌های متنوعی که الان خیلی جذابه، یا لباس‌های جذابی که در واقع الان داره با همون موتیو هنر ایرانی دیزاین میشه رو میبینیم، واقعا آدم به خودش میباله، به خاطر اینکه اون هنر اینجایی شده، این زمانه‌ای شده که ما میتونیم استفاده کنیم و نه تنها برای ما بلکه برای غیر ایرانی ها هم جذابه که ما بتونیم یه سری موتیوی که ایران در واقع ایرانیزه مدرنیزه شده است استفاده بکنیم. آره، و بچه‌ها تمام این برندهایی که من میشناسم خیلی به این مسئله توجه میکنن و چقدرم به قول تو قشنگ دارن استفاده میکنن و چقدر هنرمندانه دارن این کار رو انجام میدن. ببین، یعنی توی این 2 تا ایونتی که برگزار شد، من همیشه آخر ایونت بهشون گفتم، روبروشون وایسادم و گفتم من سر تعظیم دارم در مقابل هنرشون، چون حیفن بچه ها. یعنی میرم ایونت های ترکا قبطه میخورم از این بستری که اینا دارن و این همه هنری که این بچه ها دارن و بابت یک چیزهای مسخره‌ای باید اذیت بشن در ایران. و من دوست دارم اون بستره آماده بشه و تا جای ممکن سعی کردیم تو ایونت هامون اروپایی ها، عرب ها، ترک ها رو بکشونیم که این همه هنر رو ببینن. ببین خیلی سخت کار کردن این بچه ها در ایران. تمام در واقع پلتفرم هایی که برای تبلیغات وجود داره برای اینا بسته است. اینستاگرام به سختی، ویدیو میذارن، عکاسی میکنن، جلوی کارشون گرفته میشه، عکساشون رو باید پاک کنن، حتی با حجاب این کارو میکنن. میرن ایونت های دیگه شرکت میکنن، یه داستانی دارن. هیچی این همه هنر مونده در یک لوکالی، مگر جامعه ایران تا دیگه شناخته تو رو.
ما چرا برند نداریم، برند ایرانی بین المللی نداریم؟ برای اینکه این بستره واسه اینکه بتونن از اون لوکالشون بیان بیرون فراهم نشده. بعد میان اینجا اصلا توکیو و اروپایی میاد کاراشون رو میبینه، اصلا هم واقعا شگفت زده میمونه. برند اکسسوری شرکت میکنه تو ایونت ما که ببین طلا و جواهراتش رو داره راگولد بر اساس در واقع المان‌های معماری ایرانی طراحی میکنه و شعرهای ایرانی. ببین چقدر جالب. مثلا از شعر فروغ فرخزاد اومده گردنبند طراحی کرده، انقدر زیبا این کار رو کرده و اون سری توی ایونت ما بودن. من الان دیدم که توی لندن توی کانسپت استوری کاراشون رو جدیدن گذاشتن با افتخار، اصلا خیلی لذت بردم. همه بچه ها اصلا فرقی نمی‌کنه و من میگم همیشه گفتم من سر تعظیم دارم در مقابل هنر شما کارتون واقعا بزرگه، چون ببین تو شرایط سخت بتونی قوی کار کنی، اون هنره، خودش یه هنر بزرگه. همینطوره. پرستو من خیلی دوست دارم در انتهای صحبتمون به این موضوع اشاره بکنم که خیلی اوقات آدم‌ها وقتی که میبینن یک نفر توی یک چیزی موفق شده ناخودآگاه پیش خودشون میگن خب بابا این ایده ای بود که مثلا ما هم میتونیم راه بندازیم، ما هم اینجوری هستش. ولی دوست دارم یکم در مورد اون پیش زمینه‌ای که تو توش بودی، چون من یادمه تو ایرانم بودی، کلی کارهای مختلف میکردیم، ما حتی پروژه با هم دیگه قرار بود کار بکنیم برای یک دیوارنگاره بود، دیوار سمت ولنجک که متاسفانه به خاطر سری اتفاقات نتونستیم ادامه بدیم. آره ولی میخوام بگم که یه سری پیش زمینه آدم ها دارن. مثلا یکی از چیزایی که تو بهش اشاره کردی همون در واقع تور طبیعتگردی عراق بود که ناخودآگاه این مدلی بودی که چون خاطرم هست که صحبت میکردیم میگفتی که توی عراق اون زمان برای چه دهه‌ای، برای چه سالی میشه؟ ببین حدود سال مثلا 87 88 اینا. آره که مثلا تور طبیعتگردی توی عراق به خصوص طبیعتگردی وجود نداشته و تو اینجوری بودی که خب چرا آدما وقتی عراق زندگی میکنن باید برن تهران که تور طبیعتگردی برن؟ خب ما میتونیم همینو اینجا داشته باشیم، مثلا یه منبع درآمده. و حتی در مورد اون سفره عقدها که گفتی دوست دارم یه کوچولو اشاره بکنی. آره خیلی بامزه چون که خیلی جالب بود. من عروسی دوستم بود و قرار شد با هم بریم که سفره عقد ببینیم. بعد میرفتیم همه مغازه‌ها اون موقع، خب اینایی که کار سفره عقد می‌کردن یه سری یادتون نمیدونم یادت هست یا نه؟ من خیلی یادم نیست. آره حالا حتما بقیه شنونده‌ها خیلی یادشون هست. سفره عقدای آماده، یه ظرفای گنده مسخره آماده، اینا رو من میرفتیم کرایه می‌کردیم. اصلا یه چیز عجیب غریب بی‌مزه، تو همه مغازه‌ها هم تکراری همینا بودش، طلایی، نقره، جام بزرگ. بعد من اینجوری بودم که آقا چرا ما یکی نداریم اینجا؟ و همون تایم دایی من در شیراز ازدواج کرد و من عروسی دایی رفتم اون موقع توی شیراز. عروسیشون سفره عقدشون یک سفره عقد بزرگ بسیار زیبا، یک دختر شیرازی کار دیزاین سفره عقد انجام میداد در شیراز و چقدر کاراش زیبا بود. اصلا وقتی میگم سفره عقد تصور کن، نمیدونم بگم از کجا تا کجا سفره عقد چیده بود و با دیتیل فکر شده و من خیلی حال کردم و گفتم اون موقع تهران هم تازه همچین چیزی بود که حالا خانواده‌های مرفه بیشتر اون موقع بودن، چند نفر در تهران که کار دیزاین سفره عقد انجام میدن، ولی در عراق که اصلا. حالا شما فکر کن که
اینا تو ذهن من بود که دخترعمه من در تهران در یک شرکتی که کار دیزاین سفره عقد انجام میداد کار میکرد و میگم برای خانواده‌های بسیار مرفه کار انجام میدادن و شیراز رفته بودم، اینو دیده بودم و عروسی دوستم قرار بود که بابا ما چرا همچین چیزی انجام نمیدیم و اتفاقا من کمکش کردم، گفتم ول کن بیخیال اینا شو. من رفتم براش سفره عقد طراحی کردم، دیزاین کردم، رفتیم ظرف خریدیم و من سفره عقدش رو براش دیزاین کردم. حتی ما مراسم حنابندان داشتیم در عراق اون زمان برگزار میشد، یکی دو شب قبل عروسی من میز حنابندان هم براش درست کردم. با دوستم صحبت کردم، گفتم که ببین چرا ما همچین کاری راه نندازیم، بیا دیزاین مثلا سفره عقد و اینا برای مراسم ما انجام بدیم که حالا یکم هم جلو رفتیم، حتی کارت چاپ کردیم و اینا. بعد دیگه حالا همراهی نکرد با من، یه مقدار ترسید. ببین توی اولا 2 تا قدم بزرگ وجود داره به نظر من. وقتی میخوای یک کاری رو شروع کنی، اگه قراره با یک نفر شروع کنی، پیدا کردن اون همراهه خیلی مهمه که هم فکر تو باشه، هم جهت تو فکر بکنه، انگیزه کافی رو داشته باشه و اهل ریسک کردن باشه. چرا؟ چون تفاوت اون آدمی که شاید تو هم همین ایده رو داشته باشی مثل من، ولی تفاوت من با تو اینه که من شروعش کردم، استارتش رو زدم، به اجرا دارم میرسونمش در واقع، اون قدم اول رو برداشتم، ولی تو هنوز اون رو شروع نکردی و همینجا به نظر من یهو 10 تا پله فاصله است. چون همون قدم از ذهن ایده به استارت به نظر من خودش یک مسیریه که ریسک میخواد، انگیزه میخواد و پشت کار میخوادش و خودش 10 تا قدمه. این استمرار مهمه دیگه، شروعش بکنیم و استمرار. آره دقیقاً. ببین برای خود من شخصا، خب من بعد از اینکه یک زن هستم در یک تارگتی خارج از کشور خودم دارم یک کاری رو انجام میدم، به هر حال این تو کشور من که نیستش، یعنی تو میخوای خودتو در یک جامعه جدیدی پرزنت کنی و نشون بدی، به چشم بیاری و این خیلی کار سختیه. هر کسی که داره این کارو میکنه واقعا داره کار بزرگی انجام میده. تو کشور خودت این کار سختیه، وای به حال اینکه میخوای در یک کشور دیگه که جزء اون آدما نیستی بخوای خودت رو یهو نشون بدی. تو هر چه قدم سابقه و تجربه های درخشان در کشور خودت داشته باشی، در هر لاینی که کار کردی، اینجا تو صفری تا بخوای خودت رو نشون بدی. بعد از اون شرایط خانوادگی خودته. خب من هم زن یک خانه هستم و هر حال همسر دارم، یک مسئولیت‌هایی دارم، مادر هستم که خیلی سخته برام، خیلی مسئولیت‌های من اضافه میشه و به خاطر همین واقعا داشتن پشت کار و اون استمرار خیلی مهمه، وگرنه نمیتونی انجام بدی. یعنی اگه بخوای با هر سختی که توی مسیرت هست پا پس بکشی، اصلا به جایی نخواهد رسید. همینطوره. پرستو، برای آخرین صحبتی که میخوایم بکنیم، اگه برگردی به سالهای پیش، به یه پرستوی کوچیک‌تر تبدیل بشی، نوجوان جوان تبدیل بشی، چه چیزی میتونی بهش بگی با توجه به تجربیات که الان به دست آوردی، بهش بگی که بتونه مسیر رو هموارتر بره جلو؟ همونی که الان گفتم، پشت کار و ریسک پذیری به نظر من یه جمله، اگه اشتباه نکنم فکر میکنم مال، نمیدونم شاید الان خاطرم مال آلبرت کاموه، اگه اشتباه میکنم تصحیحم کن، یا مال یونگه، نمیدونم، که میگه دقیقاً آدما همون نقطه‌ای که از همون جایی که میترسن، مال یونگه، جایی که انگار تاریکی وجود داره نقطه قوتته. آره، یعنی اون نقطه قوتته، یعنی نقطه شروعت و موفقیتت همونجاست که میترسی. من پرستو شخصا آدمی بوده که در طول زندگیش همیشه خودم رو به چالش میندازم و انداختم و یه جاهای خودم از دست خودم حتی ناراحت میشم. تو میتونستی این کارو خیلی راحت انجام بدی، چرا باید حتما بندازی خودت توی چالش یا انجامش بدی؟ ولی شخصیتا این شکلی بودم.
من اگر برگردم به هم پرستوی مثلا دوران راهنمایی و دبیرستان و اگر بخوام به همسنای خودم بگم اینه که من از این که خودم رو انداختم به چالش و خیلی چیزا رو رفتم شخصا تجربه کنم، حتی به غلط، به قول حامد بهداد، خیلی راضیم، خیلی خوشحالم و ما آمدیم به این دنیا که آزمون و خطا کنیم. مثلا همینه دیگه، قراره چیکار کنیم پس؟ اون آزمون و خطا هست که ما رو رشد میده، ما رو میسازه به نظر من. و همیشه به هم میگم که تجربه کنیم، خودتون رو به چالش بندازید، خودت با خودت مسابقه بده، با هیچ کس مقایسه نکن خودتو، با هیچ کس هم مسابقه نده. من همیشه خودم با خودم مسابقه میدم. همین میشه که آدم پیشرفت میکنه. دقیقاً نقطه پیشرفت همونجاست به نظرم. پرستو مرسی، خیلی خوشحالم که این صحبت ها رو انجام دادیم، ضبط کردیم. مرسی که زمان گذاشتیم. خیلی مرسی از تو که منو دعوت کردی. امیدوارم که حالا شنونده‌ام دوست داشته باشن و مرسی که شنونده شدن، گوش دادن و اینکه همراه شدن. واقعا ازت ممنونم، خیلی کار قشنگی میکنی. خیلی مرسی از تو. آره، روز و شب خوبی داشته باشی. چنین راه همتون درخشان در هر نقطه‌ای. مرسی، فعلا خدا نگهدار. خدا حافظ عزیزم.